سلام به همه بازیکنندگان کانال ASM، خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم با هم که عملا استارت فعالیت کانال رو با اولین ویدیو رسمیش بزنیم. مطمئنم دلیلی که خیلیاتون روی این ویدیو کلیک کردید و نگاهش میکنید این است که بفهمید آیا من معتادم یا نه. مطمئنم اعتیادی که خیلی از شما در ذهنتون هست منظور من نیست، ولی خب دانشمندان اعتقاد دارن که هر کار بیشتر از 8 ساعت هر روز انجام بدید میتونه اعتیاد به حساب بیاد، ولی خب به کارش هم بستگی داره مطمئنا که آیا مفید هست یا مضر. ولی خب مطمئنم که مال من یک جور اعتیاد به حساب میاد. خب تا بیشتر از موضوع دور نشدیم برگردیم به موضوع اصلی. همونطور که در تایتل ویدیو دیدید امروز موضوع معرفی یک فیلم هست که دست بر قضا هم اولین فیلمی است که استارت علاقه و اعتیاد من به دنیای فیلم و بعدها به هم نوعاش مثل سریال انیمه را زده. همونطور که خب در ویدیو معرفی نحوه فعالیت کانال قبلا گفتم، من از کشورهای مختلف انواع محتوا رو میسازم و خب مطمئنا دنبال کننده محتوایی که هر ساله در کشورها ساخته میشه هم هستم. برای همین از این دست ویدیوها که داستان من از آشنایی با سینما یا سریال های اون کشورها هست رو هر چند وقتی با میذارم و امیدوارم برای شما هم جذاب باشه. خب بریم سر داستان من و فیلمی که استارت من برای ورود به این دنیاهای زیبا و جذاب بود. تازه همه‌گیری کرونا شروع شد و خب من به عنوان یک دبیرستانی وقت زیادی تو خونه داشتم و خب بازی کردن توانایی پر کردن 24 ساعت وقت منو نداشت که با این فیلم آشنا شدم. کلیپ‌های ازش در یوتیوب دیده بودم، پس خب مطمئنا به سراغش رفتم و خب با دنیای تخیلی آشنا شدم که خیلی برام جذاب و هیجان انگیز بود و از اونجا استارت من برای شروع این مسیر بود. مطمئنم شما که با این فیلم آشنایی ندارید کنجکاو شدین که درباره‌اش بدونید، پس منم بیشتر وقتتون رو نمیگیرم و میریم سر معرفی فیلم دایورجنت یا متمایز. You nervous? For you? For your test? No. I was terrified. The only way our society can survive is for each of you to claim your rightful place. Today, you will take a test that will help you discover who you truly are. If you want to survive, follow me. Divergents threaten the system. It won't be safe until they're removed. We have to fight back. Ready? این فیلم در سال 2014 توسط کمپانی فیلمسازی رد واگن اینترتینمنت اکران شد که خب داستانش از روی رمانی با همون ساخته شده. در ژانرهای اکشن، ماجراجویی و رازآلود هستش و خب کارگردانی اون هم آقای نیل بورگر بر عهده داشته. نویسندگان آن ایوان دانتری، ونیسا تیلور و ورونیکا رود هستند. از بازیگران اصلی میشه به شلین وودولی و تئو جیمز اشاره کرد و خب از بازیگران فرعی که بیشترین حضور رو داشتن و خب مطمئنا از معروفترین آنها هم هستن کیت وینسلت، جی کرونتی، مایلز تلر و انسلال گورت اشاره کرد. این فیلم نمره 6.6 را تا الان در سایت IMDb گرفته و 69% مخاطب‌ها در سایت روتن تومیتوز این فیلم رو به دیگران پیشنهاد میکنن. بودجه اولیه این فیلم 85 میلیون دلار تخمین زده شده که خب وقتی اکران شده این فیلم در هفته اول 55 میلیون دلار و در کل جهان 288 میلیون دلار صعود کرده. این فیلم در شهرهای شیکاگو و ایلینوی آمریکا فیلم برداری شده و خب در کل میشه گفت با تحلیل نمرات و نظرات مردم و مقدار فروش اون در اون زمان و سودشون این فیلم رنک بی پلاس به حساب میاد. این فیلمی است که در 200 مدتی که داره بیشتر مخاطبا رو مطمئنا با داستان جذاب و بازیگرای سرگرم میکنه. در آخر اگه خلاصه از داستان رو بخوام اشاره کنم اینه که در جهانی که افراد طبقه بندی شدن، تریس متوجه میشه که با بقیه افراد تفاوت داره. اون برای فرار از این جامعه نقشه راهی به سوی دگرگونی رو پیدا میکنه، ولی حالا بعد ببینیم آیا اون میتونه با این نقشه سرنوشت خودش عوض کنه یا نه.
در آخر باید بگم که اگه این فیلم رو دیدید و ارزش خوشتون اومد، کامنت و لایک یادتون نره و اگر منتظر پیشنهاد بیشتری هستید حتما کانال رو سابسکرایب کنید تا منم از این دنیاهای تخیلی و زیبا محتواهای بیشتری بسازم.